ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфтурамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтури 53-ум. شیرینشاه شاه تیمور. طلوع آفتاب ضیابخش. تاریخ گواه است که این سرزمین ابرمردانی را به دنیا آورده است که هر کدام در زمان خیش با خیرت، ذکاوت، دانش و فضیلت به درجه شهرت پیدا کرده بودند که ثمره عمر و خدمت بی‌نظیر، مقام و منزلتشان همیشه و در همه دور و زمان باعث ستایش و قدردانی می باشد. یاد آوردن و معرفی کردن شجاعت و دلیری، فضل و دانش و بزرگی و توانمندی آنها دلیل احترام ما به تاریخ و سیماهای تاریخی و فرهنگی خلق عزیزمان است. امامعلی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. او از تاجیک بودن خود افتخار داشت و از رشد و نموی وطنش می‌بالید. اگر تقدیر به این شخصیت فدایی و ناتکرار ترحم می‌کرد و او در عین کمالات عمر قربانی غرض و تهمت دوران سیاست شخص پرستی نمی شد، باز کارهای زیادی را به نفع خلق و وطنش انجام میداد. زندگی عبرت آموز و فعالیت بنیادکارانه او با تمغه تهمت آمیز دشمنی خلق زیر شبهه مانده، سالیانی دراز نام و کار و پیکار قهرمانانه اش به زبان گرفته نمی شد. نام مبارکی این مرد فدایی بعد 19 سال مرگش سفید کرده شده، کار و پیکاری وطنخواهانه، سیمای سیاسی، مدنیت راهبری و تفکر دولتداری او از نو زنده گردید. درست گفتند که هرچند قهرمانان ملت بر اثر بی‌عدالتی های زمان مدتی به گوشه فراموشی می روند، ولی باز چون آفتاب ضیابخش طلوع خواهند کرد. امروز در زمان استقلالیت تاجیکستان عزیزمان آرزوی و آمال و آرمانهای نجیب شیرینشاه شاه تیمور و همسنگران و همنبردانش مقام و منزلتی خاصه پیدا کرده برای نسلهای امروزه و آینده چون تیمساری عالی فداکاری و مکتب عبرت آموز وطن پروری و ملت دوستی خدمت می نمایند. در دوران استقلالیت ملی و دولتی تاریخ خلق تاجیک از نظری تازه مورد آموزش و بررسی قرار گرفته، کارنمایی های فرزندانی برومند و جان فدای ملت که در ردیف استاد عینی و بابا جان غفور قرار داشتند با مکافات های عالی وطن سزاوار گردیدند. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان
از 27 اوگوست سال 1999 شیرینشاه شاه تیمور برای فعالیت فداکارانش در بنیادگذاری، تحکیم و رشد دولتداری تاجیکان با آردین دوستی شرفیاب گردیده. بعداً از 27 ایون سال 2006 به فرزندان فداکار و صادق وطن شیرینشاه شاه تیمور و نصرت الله مخصوم برای خدمت‌های بزرگشان در پایه‌گذاری استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان عنوان عالی قهرمان تاجیکستان داده شد. مردم سربلند تاجیک در قطار فرزندان بزرگ خود باید نام شیرینشاه شاه تیمور را با سپاس به زبان گیرند و کار و پیکار و زحمت‌های کشیده او را به خاطر وطن و خلق فراموش نسازند. در 10 ساله آخری عصر 20 به سر خلق و وطن ما حادثه های مدهش و فاجعه بار تحمیل گردیده. برای سرکوب سازی ملت تاجیک و مثل هنگامه های دوران شیرینشاه شاه تیمور کوشش های برشکستن دولت و دولتداری ملی تاجیکان در لباس دیگر به جلوه آمد. اما تجربه تلخ تاریخی و عقل و ذکاوت فطری خلق ما امکان دادند که در مدتی کوتاه صلح و ثبات و وحدت ملی پیروز گردیده. کل ساکنان مملکت به اعمار دولت صاحب استقلال نوین و به تقاضای زمان معاصر جوابگو شروع نمایند. امروز خلق ما از آن افتخار دارد که صاحب دولتی آزاد و صاحب استقلال است و برای رشد و نموی کشور و عملی شدن هدفهای استراتژی دولت در بابت تأمین استقلالیت انرژتیکی و کمونیکاسیونی، تأمین امنیت آذوقواری مملکت و بهتر گشتن سطح و صفت زندگی شهروندان همه جانبه زحمت می کشد. در این روند همه ما و شما باید سبقهای عبرت‌آموز تاریخ دور و نزدیک ملت را همیشه در خاطر داشته باشیم. زیرکی سیاسی و هوشیاری را از دست ندهیم. وحدت ملی، صلح و ثبات، امنیت و آرامی جامعه و عموماً دستاوردهای استقلالیت دولتمان را که آنها را با بهای بسیار گران حاصل کرده ایم همچون اساسی هستی ملت و رشد من بعده دولتداری ملی دستگیری و پشتیبانی نماییم. در شرایط پرتضاد و دشوار بحران اقتصادی و مالیوی جهانی معاصر محض آن خلق و ملت‌های پیش می روند که مقام تاریخی و هدفهای امروزه سازندگی خیش را پررد درک کرده در تطبیق نقشه‌های اقتصادی و اجتماعی، استفاده دستاوردهای نوین علم و تکنیک و تکنولوژی زمانوی منتظم و اهلانه زحمت می کشند. ما در شخصیت مردان فرزانه ملتمان به مثل شیرینشاه شاه تیمور و همصفان او فرزندان فدایی، مبارزان حقیقی وطن، آزادی، استقلالیت دولتی، وحدت ملی
و رشدی همه جانبه‌ای سرزمینی باستانی امان را می بینیم و قدر شناسی می کنیم. امروز در وطن عزیزمان آرزو و نیت‌های نیکی شیرین شاه تیمور و ده‌ها رادمردانی ملت دوست و میهن پرست از قبیل آرمان و هدف‌های نجیب دولتداری ملی، صاحب اختیاری و تمامیت ارضی، ارجگذاری به زبان مادری و رمزهای دولتی، بزرگداشت فرهنگ ملی و ارزش‌های والای تمدن جهانی عملی شدند و شده ایستادند و اطمینان داریم کار و پیکار و مهری سرسپردگان ملت به مثل شیرین شاه تیمور که هستی خیش را برای سرسبزی ملت و پایداری دولت صاحب استقلال تاجیکان بخشیدند، عصرهای عصر در یاد خلق باقی میماند. بابا جان غفوروف. عالمی توانا و اربابی برجسته سیاسی و دولتی، فرزند فرزانه ملت. در تاریخ تشکل هر یک خلق و ملت بزرگانی هستند که نام آنها در هیچ دور و زمان از خاطره مردم فراموش نمی شود. خوشبختانه چنین شخصیت ها در تاریخ تمدن ملت تاجیک نیز کم نیستند که آنها افتخاری نه تنها ملت ما بلکه باعث سرفرازی مردم عالم گردیدند. این بزرگان با آثار گرانبها و غایه‌های انسان پروری خود در انکشاف تمدن جهانی سهم سزاوار گذاشتند. هر یک مرحله تاریخ خلق تاجیک چنین شخصیت‌های برجسته را به عرصه جهانی آورده است. هر کدام این بزرگان در ساحه‌های گوناگون علم و معرفت، سیاست و تاریخ، ادبیات و صنعت چهره‌ای تابناکی داشته با آثاری پرقیمت خود مشهور جهان شده‌اند. عصر 20 نیز دارای چنین بزرگان زیادی می باشد. فرزند فرزانه ملت، خادم نامداری دولتی و سیاسی، قهرمان تاجیکستان بابا جان غفوروف تمام حیات و فعالیت خود را به گردآوری و بزرگداشت تاریخ ملت تاجیک و منظور جهانیان گردانیدن آن صرف نموده است. سالهای طولانی او به تحقیق تاریخ و تمدن مردم مشرق زمین مشغول بود. همزمان سازمان دهنده ماهری ساحه‌های گوناگون علم از جمله شرق شناسی بوده، بر حق یکی از بنیادگذاران علم معاصر تاجیک به حساب می رود. هنوز سالهای 30 سمت‌های گوناگون فعالیت راهبری و علمی او برجسته به نظر می رسیدند. در این دوره نخستین مؤسسه‌های علمی محض با تشبث و اشتراک بی‌واسطه این عالم بزرگ تأسیس یافتند. او با وجود دشواری‌های موجوده آن دوره کوشش نموده است که در جمهوری جوان تاجیکستان هرچی بیشتر مؤسسه‌های علمی و معرفتی سازمان داده شوند.
انکشاف علم و فرهنگ جمهوری تقاضا می کرد که قوه‌های علمی و ایجادی افزون و متحد کرده شوند. خدمت تاریخی باباجان غفورف در این ساحه از آن عبارت است که با تشبث و راهبری بی‌واسطه او مرکزهای بزرگ علمی و فرهنگی سال 1948 دانشگاه دولتی تاجیکستان، سال 1951 اکادمی علمهای جمهوری و سال 1956 دانشگاه پلی‌تکنیکی تاجیکستان تأسیس داده شدند. در برابر این او به مسئله تأمین نمودن مرکزهای علمی و تعلیمی با متخصصان ورزیده و صاحب تجربه بی‌واسطه مشغول گشته توانست که بهترین عالمان ساحه‌های گوناگون علم را به جمهوری دعوت نماید. باباجان غفورف با عالمان و ادیبان و عموماً با اهل فرهنگ منتظم ملاقات می کرد که این واخوری ها برای آفریدن اثرهای تازه به تازه زمینه مساعد فراهم می آوردند. وضع امروزه علم و تکنیک جهانی تقاضا دارد که ما به این مسئله از موقع صاحب استقلالی نظر اندازیم و در این بابت از تجربه باباجان غفورف هرچی پرثمر استفاده کرده ساحه‌های نو و زمانوی علم و تکنیک را در جمهوری انکشاف دهیم. با وجود مشکلات امروزه حکومت جمهوری به انکشاف ساحه‌های نوی علم و فرهنگ توجه خاص ظاهر می کند، زیرا بی‌رونق علم و فرهنگ رشد من بعده جامعه ما امر محال است. انکشاف تمدن و رونق علم و فرهنگ ما در آغاز عصر 21 به نیروی آفرنده و سازنده و عقل و ذکاوت جوینده و نوآور از هر وقت بیشتر نیاز خواهد داشت، چونکه عصر 21 عصر دستاوردهای بزرگ استقلال و خودشناسی، عصر امتحان و آزمایش‌های مشکل سازندگی و بنیادکاری، عصر رشد و کمال و احیای علم و فرهنگ تاجیکان خواهد بود. با وجود اینکه باباجان غفورف وظیفه‌های مسئولی دولتی را بر دوش داشت و انکشاف علم و فرهنگ جمهوری را شخصاً زیر نظارت دائمی خود قرار داده بود، همزمان تحقیقات علمی خیش را پیوسته دوام می‌داد. وسعت دانش، تجربه زیادی تحقیقات علمی، عمیق درک کرده توانستن ماهیت نظریوی و سیاسی مسئله ها به او امکان دادند که برای عملی کردن آرزوی دیرینه خود آفریدن تاریخ خلق تاجیک شروع نماید. سال 1947 کتاب او تاریخ مختصری خلق تاجیک به زبان تاجیکی نشر گردید. این اثر اولین تحقیقات پره و جمع‌بستی آید به تاریخ یکی از قدیمترین خلقهای عالم تاجیکان است. اهمیت دیگری اثر از آن عبارت می باشد که وی تاریخ نه تنها تاجیکان جمهوری بلکه تاریخ تمام تاجیکان دنیا را در بر گرفته است. این اثری جمع‌بستی به تاریخ نگاری بنیادی خلقهای آسیای مرکزی ابتدا گذاشت. هدف باباجان غفورف با نشر این اثر و اثرهای من بعده به عالمیان اثبات نمودن آن نکته بود که تاجیکان قدیمترین ساکنان و صاحبان حقیقی این مرز و بوم بودند و هستند. در آن دوره‌ای که غایه‌های اینترناسیونالیسمی ساخته مغز و استخوان نظام موجوده را فرا گرفته بود
و همه گونه کوشش‌های خودشناسی ملی سرکوب می‌شدند، از جانب راهبری مقام اولی جمهوری دست زدن به آموزش موضوع تقدیر تاریخی ملت تاجیک خود یک قهرمانی بود. این اثر شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد و به فرزندان بیدار دل و فدایی روح بخشید. نشر این اثر در همان دوره از جسارت و متانت و وطن پروری عالم شهادت می‌داد. تاریخ مختصری خلق تاجیک به زبان روسی ترجمه و در یک مدتی کوتاه 3 مراتبه در شهر مسکو نشر گردید. این اثر از طرف شرقشناسان جهان بهای بلند گرفته برای تحقیقات من بعده و به وجود آمدن تاریخ بسیار جلده خلق تاجیک زمینه گذاشت. در شخصیت باباجان غفورف ایامی سرور جمهوری بودنش، استعداد سازماندهی و اصول خوبی راهبری برجسته تجسم یافته است. او بهر رواج و رونق اقتصادیات، علم و فرهنگ جمهوری تلاش ورزیده، سعی و کوشش می کرد که در اداره کارهای دولتی و جمعیتی اصولهای راهبری دست جمعی جاری گردند. چون سروری اصیل و دوراندیش در ضمیر راهبران نسبت به خلق زحمتکش، غمخوار و مهربان بودن را می پرورید. باباجان غفورف در فعالیت راهبری خود به مسئله های خرد و ریزه سرگرم نشده، بیشتر به حل مسئله های مهمترین ترقیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشغول می شد. پیشامدهای استراتژی جمهوری را اندیشه نموده، راه‌های مشخصی عملی گردانیدن آنها را معین می کرد. مثلا یکی از مسئله‌های دشوار ولی حیاتاً مهم جمهوری در سالهای بعد جنگی این مسئله تشکیل مهاجرت داخلی بود. شرایط ترقیات اقتصادی تقاضا می کرد که کارهای آبیاری و آبادانی را علل خصوص در وادی وخش و دشتهای مرزاچول و دلورزین وسعت داده به این منطقه ها مردم ناحیه های بلندکوه و سیراهاری کوچانیده شوند. در آن دوره این مسئله نه فقط اهمیت بزرگی اقتصادی و اجتماعی داشت، بلکه از جهت سیاسی نیز خیلی مهم بود. باباجان غفورف عالمی توانا و اربابی برجسته سیاسی و دولتی، فرزند فرزانه ملت. سیاست مهاجرت داخلی هنوز سالهای 20 آغاز شده بود. تنها در دوام 5 سال بعد جنگی از ناحیه‌های کوهستان قراتیگین، بدخشان، کولاب، زرافشان 18,000 عائله های دهقانان به وادی های وخش و ختلان و دلورزین کوچانیده شدند که آنها در انکشاف با سرعت خواجگی خلق تاجیکستان نقش مهم گذاشتند. باباجان غفورف ضمن سیاست مهاجرکنی داخلی پیش از همه انکشاف من بعده اقتصادیات و حیات اجتماعی جمهوری، بلند برداشتن سطح زندگی خلق، متحد نمودن قوه‌های مهنتی و ایجادی و یگانگی مردم تاجیک را در نظر داشت.
در نتیجه راهبری عاقلانه و فعالیت پرثمر باباجان غفورов جمهوری ما عاقبت‌های جنگ را برطرف نموده خواجگی خلق را ترقی داد. در تمام سالهای سروری این مرد فاضل خصوصاً در ساحه صناعت نتیجه های چشمرس به دست آورده شد. ساخته شدن کارخانه های کارکردی پخته در اویلی و ناحیه جبار رسولف، کمبینت کارکردی معدنی تکاب، زواد ظرفهای شیشگی خوجند، فابریکه کشبافی دوشنبه، زواد میخانیکی کانی بادام، کمبینت مواد ساختمانی وخش و غیره برای برآمدن از ورطه عقب ماندگی ترقی من بعده صناعت شرایط مساعد فراهم آورد. اینچنین ساختمانی نیروگاه‌های برقی که در دوام آن سالها اوج گرفته بود برای انکشاف صناعت تاجیکستان تکانی جدی گردید. آموزش فعالیت راهبری باباجان غفورov در سالهای 1946 1956 نشان می دهد که یگان ساحه مهم ترقیات خواجگی خلق جمهوری از مد نظر او دور نمانده است. در تمام فعالیت سیاسی، دولتی و علمی این مرد نجیب روحیه ارزش‌های عمومی بشری افضلیت داشت. او نسبت به هر گونه ظهورات ملتگرایی، عقیده‌های شاوینیستی، جدای اندازی آشتی ناپذیر بود. او در برابر فعالیت حزبی و دولتی کارهای علمی خود را پیش می برد. آموزش و تحقیقات تاریخ خلق تاجیک و کشورهای شرق را پیوسته ادامه می داد. همین فعالیت علمی و توجه باباجان غفورov را به نظر گرفته سال 1956 او را دیرکتور انستیتوت شرق شناسی اکادمی علمهای اتحاد شوروی تعیین می کنند. از همین دوره در روزگار او مرحله نو آغاز می گردد. عالم فعالیت علمی و تحقیقاتی و سازماندهی خود را کاملا به انکشاف علم شرق شناسی روانه می سازد. در مقام سرور انستیتوت شرق شناسی قابلیت و استعداد باباجان غفورov چون ارباب ممتاز علم بر اعلا ظاهر گردید. در برابر آنکه انستیتوت شرق شناسی به یکی از مرکزهای بزرگی تحقیقاتی تاریخ و تمدن مشرق زمین تبدیل یافت، با دستگیری او در بسیار جمهوری‌های اتحاد شوروی از جمله در تاجیکستان انستیتوت شرق شناسی تأسیس داده شد. خدمت این عالم زبردست اینچنین در انتشار سلسله آثار خطی خلقهای شرق بسا بزرگ بوده، با تشبث او از خزینه آثار کلاسیکی بهترین آفریده های عالمان و شاعران و نویسندگان شرق قدیم و عصرهای میانه دسترسی جهانیان گشتند. شما گفتاری 53 را از روی کتابی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانشی ادبی.